خبر خوش برای پرسپولیسیا. اسمار ویرا مجددا سرمربی پرسپولیس شد. واقعا؟ جدا؟ شد؟ آره. من برای بازیکنان تیم نیست، برای هیئت مدیره محترم نیست، بلکه من دارم از هوادارا صحبت میکنم و برای اون میزنم. راجع به همین موضوع قراره که با مهدی پورپاکار یه بحثی داشته باشیم در مورد اینکه سرمربیایی که مجددا به تیم خودشون برگشتن و آیا موفق بودن یا نبودن. خب سلام مهدی جان، سلام به بینندگان عزیز الاستیکو. ببین این یه بحث کلی رو میطلبه که خارج و ایران رو باید مقایسه کنیم. اولا میگن که تو ایران خب چون تیم‌ها دولتیان یه خورده مقایسه سخته، میدونی. مثلا میگن که مربی میشناسه تیمو، میشناسه باشگاه رو. درست. این باشگاه مدیر عاملش عوض میشه. استقلال پرسپولیس هر سال عوض میشه. حالا درویش کاری ندارم که 6 سال بوده، 3 سال بوده، ببخشید چندین ماه بوده، ولی این مدیر عامل هی عوض میشه. مربی نمیشناسه باشگاه، تا بخواد بشناسه باشگاه رو عوض میشه. و بحث لیورپول، بحث مثلا بایر مونیخ، رئال مادرید اصلا نمیخونه تو این مقال، نمیگنجه با پرسپولیس استقلال، چون اونا یه ساختار کاملا ثابتی دارن، قابل مقایسه نیستن. آفرین. مربی 20 سال دیگه هم برگرده همون ساختار رئال مادرید با همون نگرشه، بایر مونیخ همون نگرشه. میدونی این استقلال پرسپولیس مقایسهشون یه خورده سخته که مثلا یحیی برگشت که موفقم شد. حتی فرهاد در مجیدی چند مقطع مربی استقلال شد که در آخرین مرتبه تونست استقلال رو بدون باخت قهرمان لیگ کنه با بهترین خط دفاعی. بله. و پرویز مظلومی برگشت. خب مدیر عامل اون موقع کی بود؟ اون موقع که برگشت کی بود؟ میدونی مثل بایر مونیخ و رئال نیستن که بگم آقا یوب هانکس هم برگشت دیگه، یه برگشتش سگانه آورد برای بایر مونیخ. ولی خب نمونه ناموفق هم تو فوتبال خارجی داشتن دیگه. مثلا مکس الگری زمانی که تو دوره اولش مکس بهش میگه، دقیقاً تو دوره اولی که سرمربی یوونتوس بود نتایج درخشان و فوق‌العاده‌ای گرفت، ولی توی دوره دوم نتونست اون موفقیت‌های دوره اول رو تکرار کنه. تازه با همون ساختارم بود، با همون ساختار دانیالی بود و اینا. آره درست. ولی الان اسمار رفت، کی بود مدیر عامل؟ الان کیه؟ میدونی الان اسمار با یه تیم مدیریتی جدید برگشته به پرسپولیس. درسته. باید به ساز اونا برقصه، باید مثلا طبق اون البته اسمار الان بیشتر مایه داره، مایه الان بیشتر داره و فرق میکنه با اون اسماری که مثلا یه خورده بودجهشون محدود بود و اینا. درست. میتونن بازیکن آزاد جذب کنن، میتونن تو این فصل، یعنی احتمال موفقیت اسمار حتی بیشتر هم شده پرسپولیسیا. این خیلی جالبه. و ما یه بررسی کلی میخوایم بکنیم که آقا مربی برگشتن موفق شدن یا نشدن. حالا به نظر خودت اسمار ویرا تو این برگشت موفق میشه یا نه؟ من میگم موفق میشه اسمار ویرا. چرا؟ چون یه تجربه، ببین یه تجربه ایران اونقدر پیچیده نیست. خیلی ببخشید میگم، یعنی تاکتیک پذیر اونقدر نیستن بازیکن که بگیم آقا فلانی مثلا اینجا نفوذ کنه، اینقدر چیز نیست. باید یه شناخت کافی داشته باشی از ایران. اسمار خودش دستیار بوده دیگه، میدونه چیکار کنه. اسمار با دستیاراش هم اومده. اسمار میتونه موفق باشه. ولی برانکو کار خوبی کرد که قبول نکرد پرسپولیسو. الان برانکو محبوبه تو پرسپولیس، یعنی اگه میومد یه کارنامه خرابی به جا میذاشت اون وجهش خراب میشد. برانکو کار من عاقلانه کار منطقی کرد. یه مثال بزنیم برای بینندگان عزیز. کارلوس کیروش، آقا اسکوچیچ با بهترین آمار تیم آورده بود جام جهانی و آقای تاج اومدن کارلوس کیروش رو آوردن و گفتن یه تجربه بین‌المللی ما لازم داریم. اسکوچیچ بین‌المللی تجربه بین‌المللی که تهش شد اون 6 تا و خب 6 تا شد. آمریکا رو میتونستن ببرن. ببین بعضی برگشتا تخریب پذیره واسه خود مربی. هوادارا دوست دارن برگرده یارو. امیدواریم اسمار اینجوری نشه. یعنی اسمار خیلی محبوبه الان تو پرسپولیس. من حقیقت خودم به عنوان یه پرسپولیسی فکر کردم که اسمار رو بیارم برای نیمکت تیم ملی. انا خوشحالی اومده. قطعا خوشحالم. چون هم یه شناختی بیشتر، یعنی اون ستون فقرات پرسپولیس از خود اسمار دارن، اسمار هم از اونا شناخت داره. من احساس میکنم اسمار به جای اینکه حالا مثل مربیای قبلی مثل وحید هاشمیان یا حتی گاریدو سختگیری خیلی به قول معروف پادگانی طور با بازیکن برخورد کنن رو نداره، خیلی منعطف‌تره و بازیکن هم براش سعی و تلاش میکنه، یعنی براش میدوه. اصلا بیس فوتبال اینه که آقا مربی که میخواد موفق باشه باید بازیکن رو متقاعد کنه که براش بازی کنه. به نظر من این راهو اگر مربی بتونه به خوبی طی کنه، با بازیکن تعامل داشته باشه، میتونه بیشترین بهره وری از بازیکن بگیره. یه نکته بگم جمع کنیم بحثو. ببین بچه‌ها تو استقلال پرسپولیس بازگشت سخته ها. خیلی باید محبوب باشی برگردی.
یعنی فرهاد مجیدی به عنوان یه حالا اسطوره بود و فرصت بهش دادن هوادارا. اومد گابریل پینو آورد، موفق شد. اسمار قهرمانی آورده بود و برگشت. ببین الان خیلی تلاش کردن برگردن، اسم میبریم حمید درخشان بارها تلاش کرده برگرده، نشده. فیروز کریمی چند بار پسش شد که برگرده. بچه‌ها الان پشت صحنه دارن میخندن، ولی واقعا همچین چیزیه. علیرضا منصوریان محبوبیت رو دارن ولی اون موفقیت رو نداشتن. مقبولیت رو بین هوادارا ندارن. پرسپولیس استقلال یه خورده داستانشو فهم میکنه و محرم نوید که برگشت. الان میگن یه خورده خوبه، خب ستاره زیاد از دست داده. امیدواریم که موفق بشه. ما همیشه حمایت میکنیم از اسطوره باشه که بشه سرمربی باشگاه. ببینیم عثمان چیکار میکنه دیگه. شما نظر خودتون رو بنویسین و بگین که عثمان میتونه موفق بشه یا نه. حالا من نظرم اینه که تو جنبندی اگر ما به لحاظ فنی هواداری پرسپولیس به لحاظ فنی از وحید هاشمیان راضی نبودن، اما به نظرم باید تشکر بکنن ازش به خاطر اخلاق حرفه‌ایش. دقیقاً. اگر این اتفاق هر جای دیگه بیفته، آخه یه دونه قرامت سنگین داره میگیره پرسپولیس، اینو نباید بگیم. خب البته خب ببخشید میلاد، من یه بحثی راجع به این موضوع با مهدی داشته باشم. اونم به هر حال اعتبار خودش رو آورده بود. وقتی شما دارید اخراج میکنید یک حکم اخراج تو کارنامه اون مربی گذاشتی. به نظر من آره یه پوینت منفی براش گذاشتی. اونم به هر حال به خاطر اینکه به نظرم این اتفاق اگر تو یه تیمای دیگه ایرانی میافتاد و یه سرمربی با این لایسنس ها و اعتبار و سرتیفیکیتی که داره می آوردن، بعد با سرمربی جدید اگر یه باخت میداد، سرمربی قبلی استوری میذاشت در زمین قصبی جواهر هم که به کاری خون دروخایی کرد. به نظر من باید بابت حرفه‌ایگری وحید هاشمیان غرامت گرفتنش هم حرفه‌ایگری عمله. بله دقیقاً. فوتبال حرفه‌ای موضوع هست. بله. حالا یه موضوعی این که راجع به عثمان می‌خواستم بگم اینه که عثمان هم محبوبیت رو داره هم مقبولیت رو داره. یعنی شاید اگر وحید هاشمیان 2 تا باخت پشت هم می آورد، وحید هاشمیان رو دیوونه می‌کردن مردم و هوادارا. ولی الان چون عثمان یه پیش زمینه از قبل داره، اونم اون قهرمانیه، اون بازی خوبی که از اون تیم میگرفت و با خودش داره، حتی اگه الان بیاد 2 تا باخت هم داشته باشه، هوادارا تو ذهنشون این هست که این داره تیمو میسازه. حالا یه شیطنتی هم استقلالیه کردن، بذار بگیم دیگه، منقدر پرسپولیسی نشه برنامه. گفتن که عثمان اون موقع بود وی آر نبود، الان بیاد ببینه وی آر یه دونه اینجوری میرن، یه فرار میکنه میره. حالا میدونیم چی میشه. این به کل تاریخچه پرسپولیس برمیگرده. اوه استقلالی‌ها زیادن. خب اینو گفتیم یه فانی هم بگیم که ما حرف استقلالی‌ها رو میگیم اینجا. ولی وحید هاشمیان واقعا حرفه‌ای برخورد کرد. یعنی یه تشکر ویژه باید بکنن هوادارا از وحید هاشمیان بابت رفتار حرفه‌ایش و اینکه لومپن نبود دیگه خودش دیگه. وحید هاشمیان حرفه‌ای برخورد کرد. بالاخره از آلمان اومده و از اون فرهنگ اومده بود و بالاخره خود طول می‌کشید که مردم ما خود صبر ندارن کنن هواداری فوتبال. این خود طول می‌کشید که اون دیکته کنه اون فوتبال خودش رو به پرسپولیس. ولی خب تشکر باید کرد وحید هاشمیان بابت این همه متانتی که به خرج داد تو پرسپولیس و البته کارنامه خودش آورد وسط و یه رزومه هم خوش به جا گذاشت که میتونه این رزومه رو برگردونه، بره از فوتبال پایه بیشتر شروع کنه و امیدواریم موفق بشه در ادامه رو. خیلی ممنونم مهدی جان. خواهش می‌کنم. دوستان شما هم نظر خودتون رو برامون کامنت کنید. دوست داریم که نظر شما رو هم راجع به این موضوع و موضوعای دیگه بدونیم. دست شما درد نکنه مهدی جان. اگه تو اینستاگرام ما رو می‌بینید فالو کنید، اگه توی یوتیوب دارید ما رو می‌بینید حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت. لایک و کامنت، زنگوله هم بزنید چون برنامه زیاده. خیلی ممنون. خداحافظ شما. دمت گرم.